بسیار عالی. پلتفرم تخصصی موزه سینما که از این لحظه قابل دریافت است. خیلی ممنون و متشکرم. آقای فرهنگ ما در خدمت شما باشیم دقایقی و عزیزان رو خواهش می‌کنم برجام بفرمایید. اجازه میخوام قبل از هر چیز خواهش کنم که یک دقیقه به احترام همکاران در گذشته سینما بایستیم و یادشون رو گرامی بداریم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. چند ثانیه شد؟ خواهش کنم بفرمایید. خب من اینجا قراره راجع به آقای نصیریان چند کلمه‌ای صحبت کنم. به نام خداوند جان و خرد. هنرمندان مایه از جان میگیرند و خرد از خرد ورزی. خوشحالم که در جمع شما خردورزان اهالی سینما علاقه‌مندان به سینما هستم و خوشحالترم که درباره یکی از همین جانهای شیفته با شما صحبت بکنم. آقای علی نصیریان یک تنه خودش یه موزه سینماست، اما یه موزه سیار در سر تا سر کشور. ما از این گنجینه پیر و جوان بهره ها میبریم، بهره ها بردیم. درس اخلاق، دیسیپلین، انضباط و بالاتر از همه اینا عشق و مهربانی رو آموختیم. خیلی چیزا در این سینما فراموش میشه، اما عشق فراموش نمیشه. مگه میشه آدم عاشق نباشه، کار سینما بکنه، کار هنر بکنه؟ از دیرباز حضرت حافظ این رو دریافته بود. میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. آقای نصیریان روش و منش خاص خودش رو داره. چیزها از او آموختیم. به ما یاد داد که این حرفه بازنشستگی نداره. به ما یاد داد که این حرفه سن و سال نمیشناسه. به ما یاد داد که عشق و مهربانی میشناسه. کمتر صحبت میکنه، کمتر اهل خودنمایی، چه در بازی و چه در شخصیت فردی. ولی وقتی صحبت میکنه هم خوب صحبت میکنه، هم حرفای خوب میزنه و هم خوب صحبت میکنه. من یک خاطره دارم که میذارم در فرصت براتون تعریف میکنم کوتاه. اما قبل از اون نمیشه راجع به بازی و بازیگری در این مملکت صحبت کرد و چه خواسته و چه ناخواسته یاد 5 تن نیفتاد. 5 تن: آقای انتظامی، آقای نصیریان، آقای مشایخی، آقای کشاورز، آقای داوود رشیدی. من این شانس رو داشتم که با همه این 5 تن کار کنم، چه به عنوان همبازی و چه به عنوان کارگردان که این شانس رو داشتم برای من بازی کنم. با آقای انتظامی در سریال محاکمه بازی کردم، با آقای نصیریان در سریال تصمیم نهایی، یه سریال پلیسی بود
روزگاری که مردم پلیس رو از آن خودشون میدونستن و دوستش داشتن و این سریال رو هم دوست داشتن. آقای مشایخی، آقای کشاورز و آقای رشیدی 3-4 بار توی فیلمای من بازی کردن. از هر کدوم از این 5 تن چیزها آموختم. مهمتر از همه، اگر این 5 تن نبودن، این جاده سنگلاخی و ناهموار سینما رو یا تلویزیون یا تئاتر رو کی بایستی هموار میکرد؟ با 1000 مشکل و معضل تا این جاده هموار رسید به ما. حالا تعداد این معضل مشکلات خیلی بیشتر شده. 1000 تا اگر و اما و باید و شاید و نباید کنارش رشد کرده. از کجا شروع کنیم؟ انگشت رو هر چیز بذاریم ببینیم که چه شرایطی داریم. فیلمسازی ما اخیراً چه شرایطی داریم. مردم ما نگاه کنید به گرانی کمرشکن این مردم، بیپولی، تورم، بیکاری. یعنی ما مردمانی هستیم که من یادمه به 10 ریالی میگفتیم 1 تومن، حالا به 1 میلیارد میگیم 1 تومن. فکر کنید این افتراس‌های سریالی، این دزدی‌ها، این دروغ، بدتر از همه اینها که جاری شده در این مملکت ما، اون وقت میایم یک فیلمی رو، بعضی از فیلم‌ها رو توقیف میکنیم. همینجا آقای معاونت سینمایی نشستن. من معمولا همه جا گفتم کار هنرمندان اینه که سوال کنن و کار مسئولین اینه که جواب ندن. حالا میخوام یه سوال بکنم از آقای خزایی، با اون اینه: میزان تخریب و تأثیر و نفوذ روی اقتصاد این مملکت، روی این مردم که کمرشون شکسته بیشتره یا مثلا یه فیلم رو توقیف کنیم؟ من سوال میکنم یک فیلم وقتی توقیف میشه اگر نشه چه کار میکنه؟ جامعه رو به هم میریزه؟ عقاید مردم رو عوض میکنه؟ از CIA و چه میدونم موساد و اینا دستور میگیره؟ نه. هنرمندی میشناسید که مملکت خودش رو دوست نداشته باشه، رشد و تعالیش رو دوست نداشته باشه، معرفت و کمالاتش رو دوست نداشته باشه؟ و این درس ها رو ما از امثال آقای نصیریان آموختیم. در سریال تصمیم نهایی ما در نشر 2 برادر با هم بازی میکردیم. پیوسته در تمام مدت فیلم برداری یک صندلی رو میذاشتن کنار، در سکوت کامل مینشستند، حرف نمیزدن، حاشیه نمیرفتن که مبادا وقت گروه گرفته بشه، مبادا وقفه‌ای در کار فیلم برداری رخ بده. بزرگمنشی، بزرگی رو ما از او آموختیم و از اون 5 تن که اسپردن که برای ما حقیقتاً یک گنجینه بزرگه. پس امید دارم آقای خزایی چند کلمه‌ای در این مورد به خصوص، در مورد توقیف فیلم ها، در مورد ببینید آخه یعنی آدم نمیفهمه کم کم که یکی رو میگن ممنوع کار، ممنوع تصویر، ممنوع خروج، ممنوع معامله. خب ممنوع زندگی دیگه. ما به یک ماهی بگوییم تو ممنوع شنایی، به یک پرنده بگوییم تو ممنوع پروازی. فرق میکنه؟ یک هنرمند نگاه کنیم به نخبه هایی که از این مملکت مهاجرت کردن، به نخبه های هنر خودمون، به هنر سینما. چرا اینقدر بیمهری دیدن؟
هنرمندان نیاز به حمایت دارن. حمایت منظور خدای ناخواسته صدقه نیست. هنرمندان احترام، اعتبار و اهمیتشون بسیار بیشتر از این هاست که صدقه بخوان. اونها توجه میخوان، اونها حمایت میخوان، اونها مملکتشون رو دوست دارن و دلشون نمیخواد مملکتشون و وطن خودشون رو، جایی که به دنیا اومدن، رو رها کنند و بروند. ولی میبینیم الان خیلی عظیم مهاجرت رو از پرستاران که دیگه شاهدن، همه گرفته تا پزشکان تا جوانهای نخبه. این حرفایی که من میزنم اصلا حرفای خاص و تازه نیست. حالا دیگه الان اینجوری شده که تو کوچه، خیابان، مترو، تاکسی همه مردم دربارش صحبت میکنن، درباره این شرایط. حتی مسئولین هم من دیدم صحبت میکنن، آمار میدن. آمار پرستارا رو من نداشتم که از همونها شنیدم، آمار مهاجرت رو من نداشتم، از اونها شنیدم. یک جایی صحبت شد اینجا که این سردی و این فاصله بین هنرمندان و مسئولین رو باید از بین برد. میدونید چرا مردمان هنرمندان رو دوست دارند؟ برای که هنرمندان رو از خودشون میدونن. این خانواده کوچک وقتی با مردم جمع بشه یک خانواده بزرگه. درود به افتخار این خانواده بزرگ. چه کار خوبی موزه کرده، چه کار خوبی که در کنار اون کارهای اصلی خودش کاره. خود من هم در یک کارگاهی در این موزه شرکت کردم و 25 ساعت به اصطلاح درس دادم. منی که هنوز خودم هنرجوام. بریم سراغ خاطره. بریم. خاطره من مربوط به 40-50 سال پیشه با آقای نصیریان. شاید دقیقاً نتونم تاریخش رو دقیق بگم، ولی میخوام با یه سوال شروع کنم. شده تا به حال از بین شماها یک نفر برای اولین بار بیاد پشت تریبون قرار بگیره، پشت میکروفون قرار بگیره، به این صدها چشم خیره به اون نگاه کنه و بتونه برای اولین بار صحبت بکنه و تنش نلرزه؟ خیلی هولانگیزه، خیلی هراسناکه. در اون 40 یا 50 سال پیش آقای نصیریان یک سمیناری تشکیل داده بودن، در درست یادم نیست در تئاتر سنگلج بود یا جای دیگه، این رو هم متاسفانه یادم نیست. خب بالاخره خیلی وقتی شده، در مورد تئاتر کلاسیک، تئاتر سنتی و تئاتر پیشرو. در مورد که تئاتر کلاسیک و رمانتیک و سنتی بسیاری سخن گفتند و بسیاری سخن شنیدن. از من دعوت کردن در مورد تئاتر پیشرو بیا صحبت کن، چون ما یه گروه تئاتری داشتیم به همت همین آقای نصیریان، یه تئاتر کار کرده بودیم که اون موقع برای دانشجو و یه گروه تازه دانشجویی پول خیلی خوب و بزرگی به ما دادن که ما بتونیم تئاتر اجرا کنیم به نام داستانی نتازه. بر تقدیر خیلی ممنونم که خدا رو شکر. بله ما خوشحالیم از اینکه شما حامی و باعث بانی اون نمایش شدید. نمایش خوبی شد. اون یه عده‌ای دیدم، اونه که ندیدن از اونه که دیدم بپرسم. به هر حال دعوت کردن از من که بیام به عنوان یک دانشجوی تئاتر پیشرو در برابر همگان صحبت بکنم. خب من با خودم فکر کردم چی میگم، چی کار میکنم. 24 ساعت به خودم میت کلنجار میرفتم که چی بگم، چونه بگم، چرا بگم، برای چی بگم، اصلا چی هست تئاتر پیشرو. دائم سوالایی که خود من میخواستم
و فکر میکردم ما بالاخره جز تئاترهای پیشرو این مملکت بودیم. اولین بار گروه تئاتری پیاده یا گروه تئاتر دانشجویی رو راه انداختیم که بعدها رایج شد در سرتاسر مملکت. با خودم فکر کردم اینها رو میگم، بعد راضی نشدم. من خیلی بلند پرواز بودم، هنوزم هستم. بلند پروازی با جاه طلبی خیلی فرق داره. جاه طلبی نشانه های قدرت طلبی هم توش هست، اما بلند پروازی یعنی حرکت به سمت ناشناخته ها و چقدر کارهای نکرده ما از کارهای کرده ما بیشتره. اعتبار هنرمند فقط این نیست که یه کارهایی انجام میده، اعتبارش این هم هست که یه کارهایی رو انجام نمیده. به هر حال اینقدر با خودم کلنجار رفتم که میرم اینا رو میگم، بعد دیدم نه دارم قاطی میکنم، دارم با خودم کلنجار. بعد گفتم خب یادداشت کن، کاری نداره، همه حرفایی که میخوای بزنی یادداشت کن، با خودت ببر توی اون سمینار و شروع کن به خوندن. نیاز نیست که مثل الان اینطور صحبت بکنیم. خدا گرفتارتون نکنه. رفتم پشت میکروفون، یک دفعه نگاهم این طرف افتاد، دیدم پر از دوربینای عکاسی با فلش همینجور داره رو چیک 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 عکس می‌گیره روشن. این طرف نگاه می‌کردن دوربینای فیلم برداری. اون موقع آقای زریناس خوب می‌دونه دوربینای خود دوربینا صدای زیادی داشت، اینجوری نبود، دیجیتال که نبود که. این طرف نگاه می‌کردن اینا صدها چشم خیره شده به من که انگار میخواد مچ منو بگیره، انگار میخواد یه ایرادی از من بگیره. درد سرتون نمیدم، در ادامه داشته باشید داستان رو. اومدم بالا، آقای نصیریان اعلام کردن که من بیام بالا و من رفتم پشت میکروفون. مثل الان نگاهم که افتاد به تماشاگران، به عکاسان و به خبرنگاران، اول از همه دهنم خوش شد، دست و پام شروع به لرزیدن کرد، انگار 300 کیلو وزنم بود، از جام نمیتونستم تکون بخورم. گفتم خب به خودم گفتم آروم باش، تو تئاتر خوبی کار کردی، تو اینطوری هستی، اعتماد به نفس داشتی و غیره و غیره و غیره. نگاه کردم به این کاغذها، دائم ورق میزدم، از این طرف دوباره برمیگشتم، دوباره از این طرف، چیزی نمیدیدم. باورتون میشه؟ لشکری از کلمات روی این صفحه بیگناه سفید مثل مورچه ها همینجور می‌لغزیدن، اما من نمیدیدم. همینطور در سکوت نگاه میکردم به تماشاگران، اونا به من نگاه میکردن، من به اونا. کمی طولانی شد، نگرانی کم کم اومد سراغ همه، بیشتر طولانی شد، بیشتر و بیشتر و بیشتر. من رسما مثل یک چوب خشک سر جا ایستاده بودم و همینجور می‌لرزیدم، نمی‌دونستم چی کار باید بکنم. دستی اومد روی شونم زد، تشکر کرد و منو آروم کشون کنار و اون آقای نصیریان. برگشت به تماشاگران گفت ببینید، جوانی اساساً ذاتش یعنی خطا، حتی گناه، لغزش. برای باید بخشید این لغزش رو. خب اولین بار پشت میکروفون قرار گرفته، اولین بار این همه چشمان خیره رو داره نگاه میکنه و قراره به تخصصی که داشت پاسخ بده، اما دهنش خوش شد، اتاقک ذهنش از کار افتاد. همین آقای نصیریان من آروم برد پشت صحنه، دلگرمی داد. بزرگ منشی، شخصیت و اخلاق حرفه‌ای رو ببینید. من در مورد کارهاشون صحبت نمی کنم دیگه، چون به اندازه کافی همه جا نوشتند و گفتند و صحبت کردند. پس با یک بیت از فردوسی من به حرفم خاتمه میدم. میگه سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش
ممنون و متشکر از همه شما. خیلی متشکرم. ممنون از جناب آقای فرهنگ. جناب آقای زرین دست در